یزد خیلی تنگ شده. خیلی موندم. چه مسافرتی بشه. خوش اومدید به شهر ما. نه همینجا داره برید بالا رسید. دروازه قرآن. بچه دروازه قرآن. چقدر منتظرت شدم، دلم بند شد. چش دل ما رو روشن کده. خیلی جای ساکت و دنجیه. من عاشق لهجه یزدی ام. کله دختر آرام. ولی ما به خاطر همین اومدیم یزد. جایی که غم نباشه. بلنشید بیاد بریم یه کافه بشینیم قهوه یزدی بخوریم. که مهمونیا برام اینجوری ازش خوش آمدگویی میکنه. میرم میرزم تو پاسه کیواره که جزء واجبات یزده. ببین چقدر خش شده. با چای بخورم ببینم خطاب یزدی با چای چه مسئله. منم مثل شما هیچ چیز شیرینی به جز قطاب دوست ندارم. میگم نکنه حاجی بودم دوست بداره غم میخونی. اینا شامشید همگی این بار تصمیم میگیرید که برید یا بمونه. مرسه به زردشتی و خوشگذشت خوب بود. اصلا خیلی حس عجیبی بود. این خونه چقدر انرژیش مثبته. بمونه همونجا میخوام بگم توی یزد بمونه. خیلی حس خوبی بود دیگه، یعنی اصلا تو یزد خودش تو یزد راه رفتنه. تو دل بر خونتون تنگ نمیشه؟ اگه به من بود دوست داشتم خونم یزد بود.